درود به همگی. با سنگ میشه بدن رو ساخت؟ من میخوام تو این ویدیو برات بگم میشه ساخت. شاید باورتون نشه، خود من حدوداً 32 سال پیش همین کارو میکردم. شاید یه سری بخوان بگن که آقا مثلا داره به لطف میاد. نه، این واقعیتی که بخوام توضیح بدم خیلی مفصله، ولی واقعا کسی بخواد میشه. با من همراه باش تا بهت نشون بدم که چطور میتونی بدنت رو بسازی با استفاده از طبیعت و سنگ. بریم سراغ حرکات. ما از حرکات پا شروع میکنیم. حرکت اسکوات معمولی یا ایر اسکوات رو همتون بلدین. بالا تنه ستون فقرات صافه، روناتون موضع زمین میشه، میاییم بالا. حالا اسکوات گابلت یا فرانت اسکوات هم میتونیم انجام بدیم با استفاده از سنگ. من یه سنگ برمیدارم. البته اینم بهتون بگم دوستان، اونایی که تو طبیعت میخواین این کارو بکنن، حتما سنگایی که برمیدارید نگاه کنید زیر سنگا رو، با احتیاط بردارید. ممکنه که عقرب زیر سنگ باشه یا مثلا حشراتی باشن که آسیب بهتون نزنن. با دقت این کارو بکنید. ببینید من سنگا جلو میگیرم، حکم همون صفحه هالتره یا دمبل. تو زاویه میتونید بیستید. ببینید دیدید بعضیا یه صفحه هالتر میذارن زیر پاشنه پاشون که یه مقدار زاویه رو تنظیم بکنن که به کمرشون کمتر فشار بیاد. حالا میتونید این کار رو شما، من این حالت میتونم توی شیب بیستم. دست جلو میری به سمت پایین، میای بالا، پایین دم، بالا بازدم. این حرکت فرانت اسکوات با استفاده از وزنه. با توانایی بیشتر بود سنگ بزرگتر. اینجا چیزی که زیاده وزن است، وزنهای متفاوت. خب بریم حرکت بعدی، حرکت لانگز. میتونی حرکت لانگز رو با استفاده از دو تا سنگ یا همون وزنت رو میتونی باز بنا به توانایی بیشتر یا کمتر بکنی. یه پا جلوی پا عقب حرکت لانگز رو انجام میدی. حالا توی شیب میتونی انجام بدی، میتونی توی سطح صاف هم انجام بدی. برای هر پا 12 تکرار، 3 ست 12 تا. نه، تمام اینه که میگم برای شروع تمرینه. حرکت بعدی برای عضلات ساق پا. حرکت بعدی ساق پا، که ساق پا رو میتونی شما مثلا لبه این سنگ بیستی، شروع کنی حرکت رو جفت پا انجام بدی. ببین دقیقاً ارتفاعش جوریه که کشش عضله ساق پا، دوقلوی ساق پا رو دارید. شما تواناییتون بیشتر بود تک پا انجام بدید. میتونی حالا از یه تکیه‌گاهی کمک بگیری یا تعادلت رو حفظ بکنی، تک پا بری، وزن رو روی پا بندازی، انجامش بدی. قشنگ پاشنت بیاد به سمت پایین و میره به سمت بالا. یا یه پا روی زمین باشه، ولی پایی که داری حرکت انجام میدی کل وزن تا بندازی روی پای، مثلا پای چپ خود من، پای راست من حکم تعادل داره. باز حرکت بعدی که توی باشگاه بدنسازی باید دیده باشید، باز با استفاده از سنگ میای اینجا میشینی لبه سنگ. حالا تمام اینه که من دوستان میگم یه حالت نمادینه که بدونید که میشه انجام داد، یعنی واقعا میشه انجام داد کسی بخواد. دو تا سنگ سطح صاف برده. حالا من اینجا دیگه سریع میخوام ویدیو رو براتون توضیح بدم که شدنیه کسی بخواد. کسی تو روستا باشه میگه آقا باشگاه بدنسازی نیست، حرکت رو بلد باش، انجامش بده. من بهت میگم چطور. خب پا رو گذاشتی لبه این سنگ، یا سنگ میذاری روی پا بنا به توانایی، پاشنه میره پایین میاد بالا. برای عضلات با ساق پا توانایی بیشتر بود، این سنگ یا این وزنه رو بزرگتر برمیدارم، وزنه بیشتری روی پا انجامش میدم. 3 ست 12 تا، یواش یواش ببرش به سمت 5 ست 20 تایی. اینا همش تدریجیه. اینه که من میگم خودت پاسخ بدنت رو متوجه میشی. به مرور میتونی اگر میبینی حرکت رو راحت میری سخت‌ترش کن، وزنت رو سنگین‌ترش کن، حجم عضلاتت بیشتر میشه. باز برای عضلات همسترینگ، ددلیفت رومانیایی، پاتو یه زاویه کوچیک به زانوت میدی، از قسمت پایین کمر خم میشی، میری به سمت پایین و سمت بالا. عضلات همسترینگ و فیلت رو درگیر میکنی. ببینید میری پایین دم، میای بالا بازدم. یعنی حرکت رو داری انجام میدی، یه موقع از تعادل نداری، مثلا 2 تا سنگ میگیری دست چپ و راست، باز این حرکت رو خودت صاف میگیری، زانو یه مقدار خمیده و سعی میکنی ستون فقراتت صاف باشه.
میری پایین، میای بالا. 3 ست 12 تا این حرکت انجام میدی و به مرور بیشترش میکنی. حرکت بعدی استپا. پا رو میذاری روی سنگ، ارتفاعشو باز به شما بستگی داره به توانایی که کمتر یا بیشتر باشه. میتونی سنگ‌ها گفتم اینجا یه سالن بدنسازی خودش، کسی بخواد کار کنه. پا رو میذارم روی یه سنگ، حرکت استپا. میام به سمت بالا، میری پایین، آروم با کنترل. 12 تکرار، 3 ست 12 تا. باز اگر برات سبک بود، با استفاده از یه وزن میتونی نگه داری، بیای بالا، تعادل رو حفظ کنی، آروم. میتونی از پای دیگر با نوع تعادل کمک بگیری. برای هر پا میتونی انجام بدی، یا میتونی 2 تا سنگ بگیری دست چپ و راست که تعادلتو بیشتر و بهتر حفظ کنی. حرکت بعدی شنا یا پوشاپ تو سطح صاف. کسی عضلات ضعیفه میتونه زاویه دار مثل حالت من انجام بده. برای عضلات کل سینه، عضلات سرشونه و عضلات پشت بازو. باز بخوای حرکت رو قوی تر انجام بدی، برای عضلات بالا سینه من دارم نگاه میکنم به دستگاه های بدنسازی. اینجا میای. باز بخوای حرکت برای عضلات بالا سینه انجام بدی، پا رو میذاری لبه سکو، دستات روی زمین، ارتفاع رو بیشتر میکنی، میری پایین، میای بالا. این هم برای عضلات بالا سینه و جلو سرشونتون میتونید اجرا بکنید. برای عضلات زیر سینه عکسش رو دوستان انجام میدید. یعنی من پاهام پایینه، دستام میذارم لبه سنگ که ارتفاعش بیشتر باشه و این حرکت رو بتونم انجام بدم. میتونه سر سینت هم یکم بالاتر بگیری که عضله هدف بیشتر بشه عضلات زیر سینه. و همونطور که دقت کنی سرشونه و پشت بازوی من درگیره. پایین دم انجام میدی و بالا بازدم. حرکت پولاوه برای عضلات زیر بغل و سینه‌تون. دراز میکشی، پا رو زمین، سطح صاف، سرت رو زمین، میبری پایین، دم، بالا، بازدم. این برای عضلات زیر بغل و عضلات سینه ای. حالا حرکت بعدی برای عضلات سینه. باز من فعلا 2 تا سنگ کوچیک برداشتم که برای توضیح بدم که میتونی تو طبیعت هم تمرین بکنی. دستا کشیده. اگر بخوای پرس سینه دمبل بزنی، دستا رو یه حالت میچرخونی، میای پایین، دم، بالا، بازدم. باز بخوای پرس دمبل موازی بزنی، دستا همین حالت مچا میچرخه، زاویه ساعد بازو حدوداً 90 درجه، دم، بازدم. باز بخوای حرکت فلای دمبل انجام بدی، ببینا همش میتونی انجام بدی، اینا هم میتونی کم و زیاد بکنی. دستا کشیده، میره به سمت پایین، یه زاویه کوچیک به آر انجام میدی، پایین، دم، بالا، بازدم. تمام این حرکات رو میتونی انجامش بدی. حرکت سرشونه هالتر. حالا باز وزنمون رو برمیداریم، از پا کمک بگی، کمر صاف، دستا میاد جلو، همین حالت، دستا میاد جلو سینه، بالا، بازدم، پایین، دم. ببینید زاویه پهلو من اجرا میکنم، دستا تقریبا جلو قرار داره و سنگ رو میبری بالای سره. دستا چون که جمع‌تر هست رو عضلات سرشونه قدامی و عضلات بالا سینه‌ت بیشتر فشار میاد. این حرکت میتونی انجام بدی. باز میتونی 2 تا وزنه یا 2 تا دمبل زیبا برداری، سرشونه هالتر، سرشونه دمبل از جلو، همین حالت شبیهش یه جوری میشه گفت سرشونه هالتر از جلو میتونی انجام بدی. ببین حالا من از پهلو دارم باز اجرا میکنم، این میشه سرشونه جلو داری اجرا میکنی. باز بخوای سرشونه از پشت برای عضلات پشتی،
دستات پشت سر یه مقدار میاد که البته این جزء حرکات منسوخ شده است ولی هنوز انجام میدن. در حد سبکش رو میتونی انجام بدی. عضلات میانی سرشونت رو درگیر میکنه. این سرشونه جلو بود، میتونی یه مقدار زاویهش بدی، این حرکت رو انجام بدی که البته این میشه یه جورایی پرس سرشونه دمبل یا زاویه جلو. باز پرس سرشونه دمبل میتونی اجرا بکنی. همه اینا رو دوستان 3 تا 12 تاست شروع میکنی به بالا. منتها گفتم این فاکتورهای وزن و تکرار دست شماست. بنا به تواناییت بیشترش میتونی بکنی، میتونی وزنه سنگین‌تری برداری و تعداد کمتری بزنی. خب نشانه همین حالت ایستادی، نشانه اجرا میکنی 3 تا 12 تا نش جلو دمبل تک میتونی اجرا بکنی. دست از سرشونت یکم میتونی بیاری بالاتر. باز نش جانب. اینا همش حرکات مختلف دوستان من دارم میگم. باز مچای منو ببین میچرخونم، جفت دست من میرم، قشنگ مشخصه عضلات جلو سرشونه و بالا سینه من درگیر هست. باز حرکت بعدی فکر کن با دمبل داری میری تک یا با صفحه هالتر، همون نش رو داری انجام میدی. این هم 3 ست 12 تا. برای عضلات پشتی نش خمیده، من پا را خم میکنم، یه مقدار زانو شکسته است، سعی کنید کمرتون صافش، کسی این حالت نباشه، کمر صاف باشه، دستا رو پشت دستتون رو بچرخونید رو به آسمون، اینطوری من بگم، میای بالا، بازدم، پایین دم. باز این حرکت رو میتونی خمیدهش اجرا بکنی که عضلات زیر بغلت رو درگیرش میکنه. باز میتونی همین حالت یه زاویه‌ای به خودت بدی، البته این وزنت سبکتر باشه، به خودت بدی یه زاویه و دستا رو بکشی به سمت جلو. باز عضلات کمربند شانه‌ای و عضلات جلو سرشونت رو بیشتر درگیر میکنی. تو همین حالت هم باز میتونی زاویت رو یه زاویه دیگه انجام بدی برای عضلات سرشونه، عضلات کول. خب حرکت بعدی، باز من 2 تا دمبل رو نگه میدارم همین حالت، باز برای عضلات سرشونه میانی و عضلات کول. بالا بازدم، پایین دم. این همون حرکت کول هالتر هم هست. باز حرکت شراکس برای عضلات کول میتونی باز حتما سنگای سنگین‌تر برداری دوست من، چون اینو سبکه، خواستم برای عضلات کول. من دیگه میخوام سریع فقط براتون توضیح بدم. صاف نیستی، عضلات سرشونه رو میکشی به سمت بالا، آروم میای پایین. عضلات گردنت رو درگیر میکنی، عضلات سرشونه رو درگیر میکنی و همینطور عضلات کول و ظاهر زیبایی به شما میده. با 2 تا دمبل میتونی اجرا کنی، تک دست هم میتونی اجرا کنی، دست جلو با وزن سنگین‌تر و این حرکت رو انجام بده. خب بریم حرکات مربوط به بازو. حرکت جلو بازو دمبل، جفت دست میتونی بری 3 تا 12 تا، بازو کنار بدن، تا حد امکان بازو رو تکون نده، اینجوری نمیخواد بزنی، از کمر کمک نگیر. باز جلو بازو تک دمبل متناوب میزنی، هر 2 تا دست یه شمارش. باز جلو بازو دست جمع با استفاده از هالتر، دستا رو همین حالت میگیری اجرا میکنی. تمام حرکات رو از 3 تا 12 تا شروع بکن. باز میتونی دمبل چکشی. دمبل چکشی چرا میگن چکشی؟ چون این حالت مچو میچرخونی. شما چکش رو میای اینجوری میزنی دیگه، مچت اینجوری نیست که این حالت میگیری، به این دلیل بهش میگن دمبل چکشی. مچا رو از این حالت میچرخونی. اینو میتونی دمبل چکشی یا سنگین‌تر بزنی. بازوها کنار بدن.
حرکات پشت بازو، تک دمبل ایستاده، من میام بالا، بازو کنار گوشم. بعضی میان بازوشون رو میگیرن که باز نشه، تک دست میزنی. یا میتونی صاف بیستی، سعی کنی بازوت کنار گوشت باشه، فشار بیشتری رو عضله سر پشت بازوت میتونی بیاری. اجرا میکنی برای هر دست 3 ست 12 تا. یا میتونی با وزنه سنگین تر بیستی، موضوع باشین به سرتون نزنی، فقط جفت دست میزنی. باز این همیشه گفت پشت بازو دمبل تک سنگین. این حرکت رو میتونی خوابیده اجرا بکنی. من الان میخوابم، میشه پشت بازو دمبل خوابیده، با هالتر هست، با دمبلش هم هست، همین حالت میره پایین انجام میده. سعی کنید بازوهاتون توی این حرکت تقریبا ثابت باشه و موقعی که سنگ رو به سمت پایین میارید با احتیاط باشه که به سرتون ضربه نخوره. این حرکت رو میتونی با دمبل هم اجرا کنی. این 2 تا سنگ رو میگیری کنار، بازوها موازیه، جفت دست میره به سمت پایین. این هم 3 ست 12 تکرار. حرکت بعدی میتونی مچ دستمو رو ببین، من مچ دستم چرخوندم، بازو ثابت باشه، زاویه عضله هدف رو تغییرش دادی، رو پشت بازوت داری کار میکنی، ولی سعی کن بازوت عمود به زمین باشه و تمرکزت روی آرنج باشه، یعنی آرنجت فقط حرکت بکنه. این هم برای هر دست میتونی اجرا بکنی. حرکت بعدی، دوستان حرکات من خیلی دارم ولی ممکنه حوصله سر بره، ولی واقعا اگر کسی شرایطش نداشته باشه، باشگاه نداشته باشه، مطمئنا با جون و دل نگاه میکنه، چون واقعا تجربه یه عمرمه که عملا خودم اجراش کردم. میتونی، حالا من حالت 4 زانو نشستم، میتونی لبه سنگی بشینی که پات زاویه 90 درجه داشته باشه بر عضلات سرساعد. خیلی عالی عضلات سرساعدت تا درگیرش میکنی. باز این حالت برای عضلات زیر ساعدت. باز میتونی دمبلا رو این حالت بگیری پایین ترشا که وزن قسمت بالای سنگ فشار بیشتر روی عضلات ساعد و مچت بیاره، یعنی چرخش. باز حرکت بعدی، سرساعد ایستاده که من این حالت می ایستم، بازو کنار بدن، کف دستم رو به زمین هست. حرکت ساده رو انجام میدی. حرکات بعدی حرکات شکم هست که حرکات شکمش رو دوستان، من حرکت شکم ها رو انواعش رو گذاشتم. با استفاده از سنگا میتونی دراز بکشی. همین حرکت دراز نشست معمولی، وزنه رو بگیری بالا بیای اجراش کنی. میتونی این پات رو بکشی، یه پات اینجوری وزنه رو بگیری برای عضلات دنده ایت، برای طرفین اجرا بکنی. میتونی وزنه رو بگیری بالای سرت، همزمان که میاری بالا از رو زانوهات رد بشه. ببین، هم عضلات زیر شکم رو درگیر میکنی، هم عضلات بالای شکم. دستا کف دست رو به زمین، پا کشیده، پا میاد به سمت بالا برای عضلات زیر شکم. میتونی یه پا رو به زاویه دار بذاری، انگشتا رو شقیقه، آرنج بخوره به زانو. 10 تکرار میرم، پا رو عوض میکنم سمت مخالف. تمام این حرکات هست. میتونی حرکت کوهنورد رو اجرا کنی، میتونی آرنج بره به سمت زانو، بره به سمت آرنج مخالف. میتونی حرکت پلانک رو اجرا کنی، زمان بگیری 30 ثانیه ببری تا 5 دقیقه. میتونی همون پلانک رو پا رو طرفین پرتاب کنی. میتونی گام برداری. همین حالت من ایستادم، دستم میره پایین میای بالا. تمام اینها حرکاتی که هست که اگر بخوای میتونی تمرین کنی و خدا شاهده اگه کسی تمرین کنه میتونه بدنشو بسازه در حد تناسب اندام و یا فیزیک بدنی مناسب. من لینک پلیلیستم رو براتون توی کپشن گذاشتم، میتونید از همه استفاده بکنید و تکنیک های مختلف رو یاد بگیرید و تمرین کنید.
اگر مفید بود این ویدیو رو بفرست برای دوستات، نظرت هم برای من کامنت کن. خدا نگهدار.